سلام، خیلی خوش اومدید به اولین ویدیو من توی یوتیوب. قراره اینجا بهتون کلی قانون یاد بدم که اگه پرسنل عادی هستی باهاش به راحتی میتونی از حقوق خودت توی محل کار دفاع کنی و اگه کارفرما هستی میتونی از ضررهای چند صد میلیونی جلوگیری کنی. با من همراه باشید. میخوام امروز بهتون 5 تفاوت اصلی بین نیروی کاری که قوانین رو میدونه و نیروی کاری که قوانین رو نمیدونه رو بگم. کارفرما میخواد نیرو استخدام کنه، میگه یه مدت بمون، اگه از کارت خوشمون اومد هم بیمت میکنیم هم بهت حقوق میدیم. نیروی کار معمولی قبول میکنه، ولی باهوش یه چیز دیگه میگه. نیروی کار آگاه به قوانین مخالفت میکنه، چون میگه بیمه و حقوق از روز اول باید پرداخت بشه. کارفرما قرارداد به نیروی کار میده و میگه امضا کن. نیروی کار معمولی بدون اینکه بخونه امضا میکنه. ولی نیروی کار باهوش حواسش هست که باید به 5 تا نکته توجه کنه. ولی اون 5 تا نکته چی هستن؟ نیروی کار آگاه به قوانین این 5 مورد رو چک میکنه. 1. مدت قرارداد چقدره؟ تاریخ شروع و تاریخ پایان رو با دقت نگاه میکنه. 2. حقوق چقدره؟ به ریال با مزایا خیلی بهتره که توی قرارداد مشخص شده باشه. 3. قراره با چه سمتی اینجا کار کنم. 4. ساعت انجام کار رو نگاه میکنه، میدونه که در هفته باید 44 ساعت کار کنه و هر چی بیشتر از اون در محل کار بمونه باید بهش اضافه کاری پرداخت بشه. آخرین مورد هم آدرس و محل انجام کاره که باید دقیق توی قرارداد ذکر شده باشه. نکته سوم در مورد فیش حقوقیه. یه نیروی کار معمولی اصلا فیش حقوقیشو نگاه نمیکنه، ولی یه نیروی کاری که یکم باهوش و به قوانین آشناست میدونه چند تا نکته مهم توی فیش حقوقی هست. ولی چه نکاتی؟ اونا میدونن که اگه مجردن علاوه بر حقوق پایه باید 2,200,000 تومان بن کارگری و 900 تومان بن مسکن هم توی فیش حقوقیشون باشه. اگه متأهلن علاوه بر اون چیزایی که گفتم 500,000 تومان حق تأهلم به اون مبالغ اضافه میشه. حالا اگه فرزند داشته باشن چی؟ به ازای هر فرزند 1,39,000 تومان به اون موارد قبلی اضافه میشه. و یه چیز دیگر هم میدونن، اگر بالای 1 سال از اون زمانی که استخدام شدن توی کارگاه آخر گذشته باشه یه حقی به اسم پای سروات هم بهشون تعلق میگیره. مورد 4 بحث شیرین تامین اجتماعیه. کارفرما به کارگر میگه من بیمت رو رد میکنم، تو نگران نباش. کارگر معمولی هم قبول میکنه. ولی نیروی کاری که باهوشه و یکم قوانین رو میدونه که باید بره 2 جا رو چک کنه. ولی اون جاها کجان؟ اول میره سایت es.tamin.ir، قسمت بیمه شدگان، خدمات سابقه و کلیه سوابق. اینجا چک میکنه ببینه اصلا کارفرما براش اون سابقه رو رد کرده یا نه. اما این قسمت خیلی مهمه دیگه هست که مشاهده عناوین شغلیه و مخصوصا برای مشاغلی که سخت و زیان آوری دارن خیلی مهمه. همون مسیر قبلی، ولی بعد از اینکه رفت توی خدمات سابقه باید مشاهده عناوین شغلی رو بزنه که ببینه اصلا عنوان شغلیش درست رد شده یا نه. فرض کنید شما عیدی سنواتتون رو گرفتید، یا اضافه کاری، شب کاری، تعطیل کاری یا جمعه کاری دارید. کارفرما میگه من خودم برات حساب میکنم، خیالت راحت باشه. نیروی کار معمولی قبول میکنه چون طریقه محاسبه رو بلد نیست. ولی نیروی کار باهوش میره یاد میگیره. اما 6 تا فرمول چطوری هن؟ اون پرسنلی که میخواد قوانین رو بدونه اول از همه پیج منو توی اینستا فالو میکنه، چون در مورد این 6 تا فرمول بارها مثال زدم و البته توی این کلیپ هم همه رو براتون مینویسم. دونستن این 6 تا فرمول باعث میشه که شما دقیق بتونید محاسبه کنید که حقتون رو درست دارن میدن یا نه. سنوات میشه دستمزد ماهانه به علاوه مزایای ثابت به تبع شغل. AD همون فرمول ضرب در 2، فقط سقفش نباید از 90 روز حداقل دستمزد روزانه بیشتر بشه. تعطیل کاری و اضافه کاری دقیقاً مثل همدیگه حساب میشن، یعنی دستمزد ماهانه به علاوه مزایای ثابت به تبع شغل تقسیم بر 220 ضرب در 140% یا 1.14. شب کاری هم همونجوری حساب میشه، منتها آخرش ضرب در 35% میشه. جمعه کاری میشه 40% مزد روزانه به علاوه اضافه کاری ساعتی. در مورد این 6 تا فرمول و کلی مبحث دیگه یه عالمه ویدیو آماده کردم که به زودی براتون میذارم. با من همراه باشید.